این سلام موشکافه که یه شب دیگه تقدیم میشه به همه شما هموطنای خوب و باصفا. دوستان، جسمی که زهر توش نهادینه شده باشه خیلی بد جسمیه، یعنی از جسم ناقص هم اون ورتره. یه چیزی تو مایه های جسم همین علی گدای شیره‌ایه که حتی آمپولای تقویتی رو هم پس میزنه. آخه برای آخوندای انگلیسی چه بهتر از باز شدن سفارت انگلیس. فیلیپ هاموند بلافاصله پس از ورود به تهران به سفارت انگلیس رفت و آن را افتتاح کرد. من بسیار خوشحالم که اینجا هستم. ما بدون حمایت سازنده وزارت امور خارجه ایران که تعامل جدی آن این کار را امکان پذیر ساخت، نمیتوانستیم امروز سفارت انگلیس در تهران را بازگشایی کنیم. بفرمایید. آخه دیگه چی میخوادید علی گدا؟ وزیر خارجه دولت فخیم هم اومده تا دیپلماسی جوشکاری رو درست حسابی برقرار کنه. بعدش هم رفته پیش وزیر نفت کابینه شیخ‌پری تا خمیر رو بچسبونه به تنور داغ مماشات. حالا ببینید ورق پاره بسیجی‌ها همین اتفاقو چجوری انعکاس داده. هاموند از فرودگاه یک راست برای بازگشایی سفارت به خیابان فردوسی رفت و بعد از بازگشایی سفارت نیز برای گفتگو با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران مستقیم به ساختمان مرکزی وزارت نفت در خیابان طالقانی تهران رفت. اقدامی که اشتهای زایدالوصف لندن به جنبه‌های سوداگرانه مناسبات دو طرف را منعکس می‌کند. حالا همین اشتیاقو 6 برابر کنید تا ابعاد ذوق و شوق باند شیخ‌پری از جوش خوردن با انگلیسی‌ها روشن بشه. یعنی واکنش جماعت کوسه به این اتفاق 180 درجه با دلواپسا فرق میکنه. زمانی که آقای ظریف با اتکا به نفس همراه با خنده معروفش به مقام‌های اروپایی و امروز به همتای بریتانیایی خود میگوید تهران آماده انجام گفتگوهای همه جانبه برای توسعه همکاری‌ها با جامعه بین‌المللی بدون محدودیت است، باید مطمئن باشیم در درون یکی از زیباترین ساختمان‌های سبک قرن 19 ایران در قلب تاریخی تهران حتما اتفاقات مهم و بی‌سابقه‌ای در حال وقوع است. آره، خیلی اتفاقای مهم و بی‌سابقه‌ای در حال وقوعه. یکی از این اتفاقا سرو کردن باقی جام‌های زر برای علی گداست، همون که دلواپسا خوب بو کشیدنش و دادشون به هوا رفته. باید گفت مثلث بازگشایی سفارت انگلیس در تهران، تحرکات BBC برای دسترسی به داخل و خط نفوذ در پوشش حقوق بشری به موازات موضوع توافق هسته‌ای دنبال می شود و همه اینها اضلاع یک پروژه بزرگتر هستند. بله، علت این شاخ به شاخ شدنهای زنجیره‌ای به همون داستان زهرخوری برمیگرده. جماعت کوسه میگن خوب کردیم خوردیم، باید میخوردیم. دلواپسا میگن خوردن همان و کله پا شدن همان. این وسط موضع خود شیخ‌پری هم روشنه، میشینه و پا میشه میگه توسعه روابط. آقای روحانی در دیدار وزیر خارجه انگلیس جنببندی مذاکرات هسته‌ای را مقدمی برای ایجاد حرکت بهتر در روابط دانست و گفت مردم ایران ذهنیت‌های تاریخی از دخالت‌های بیگانگان دارند و باید به گونه‌ای عمل شود که علاوه بر توسعه روابط به تدریج قضاوت تاریخی مردم نیز تغییر کند. بابا این دیگه کارش از نرمش گذشته و به گردش رسیده. میخواد قضاوت تاریخ رو هم عوض کنه. اینجاست که جیغ دلواپسا بلند میشه و خیز استیزاه برمیدارن. اما خودتون گوش کنید. استاد همه رذالت‌های بین‌المللی و تفرقه افکنی انگلیس مکار است و مسئولیت شیطنت‌های بعدی انگلیس در ایران بر عهده کسانی است که زمینه حضور مجدد آنان را فراهم کردند. الحمدلله هیئت رئیسه مجلس که همراه دولت محترم است اجازه طرح هیچ استیضاح را در مجلس نمیدهند. طرف خودش عضو مجلسه، بعد میگه مجلس اجازه استیضاح نمیده.
عجب خرطوخر بازاری این نظام ولایت. حالا بریم سراغ سوال موشکافانه امشب. آقا مگه باز شدن این سفارتخونه با اوکی خود علیگدا نبوده؟ اگه بوده پس چرا دیروز تو جمعه بازار همه دایناسورها رو ردیف کرده که از این حرفا بزنن؟ ائمه جمعه سراسر کشور امروز در خطبه‌های نماز جمعه با هشدار نسبت به بازگشایی سفارت انگلیس اعلام کردند مسئولان مراقبت کنند این سفارتخانه همچون سال 88 تبدیل به جاسوسخانه نشود. ائمه جمعه همچنین با تأکید بر این که آمریکا بزرگترین تروریست در دنیاست نسبت به تحرک برخی افراد خودفروخته داخلی برای حذف شعار مرگ بر آمریکا هشدار دادند. جواب سوال امشب موشکاف یک کلمه است. بابا جون، طلسم این علیگدا شکسته، درب و داغون شده. از یه طرف مجبور سفارت رو باز کنه، از یه طرف جیگر نمیکنه به دلواپسا بگه خفه شید. خب این یعنی ته خط دیگه، یعنی ولی فقیه ساتوری شده، یعنی نظام شقه، یعنی تو سرپایینی دیگه، یعنی تمام و سلام. زیاده ارزی نیست. شب خوش.